درود بر شنونده های کوچولوی رادیو ترنج. دوستای عزیزم، آهوی دم قهوه‌ای نشسته و منتظر شماست که بشنوید از او. میدونم آماده خواب شدین و منتظرین با هیجان ببینید این آهوی دم قهوه‌ای ما امشب قراره چی کار کنه. با کلی حسای قشنگ آماده یه خواب آروم بشین. توی یه جنگل سبز چند تا آهو با بچه هاشون زندگی می‌کردند. میونه این بچه آهوها یه بچه‌ای بود که هر وقت آهو خانوم غذا رو میونه اونها تقسیم می‌کرد مدام میگفت من بیشتر میخوام، من بزرگه رو میخوام. مادرش هم همیشه یادآوری میکرد که نباید بیشتر از سهمت بخوای، چون نیمه خور میشه، حیف میشه، دور ریخته میشه. اما بچه‌های حرف گوش کنه من دم قهوه‌ای گوشش بدهکار نبود. یعنی اصلا حرف گوش نمیکرد. یه روز که با برادرش دنبال رنگین کمون میرفتند تا سرش رو پیدا کنن و بگیرن، یه سبد میوه دیدند که حتما انسانها اونجا جا گذاشته بودند. مانند همیشه دم قهوه‌ای فریاد زد بزرگترینش مال منه و یه گلابی بزرگ رو با پوزه که همان دهانش میشه به سمت خودش کشید و چند گاز کوچک زد و سیر شد و پرت کرد به طرفی. بقیه میوه ها رو هم برای آهو خانوم بردند. حالا بشنوید از آهو خانوم که داشت لانه‌اش رو تمیز میکرد. ناگهان دید لاک پشت ها دارن یک پرستو بیمار را میبرند. گفت صبر کنید، این پرستو دوست بچه های من هست، چه اتفاقی افتاده؟ گفتند پرستو بیماره و دکتر لاک پشتیان گفته اگر گلابی بخوره مداوا خواهد شد. آهو خانوم گفت لطفاً او را به لانه من بیاورید، هر طوری شده برایش گلابی پیدا میکنم. وقتی بچه ها رسیدند هوا تاریک شده بود. آهو خانوم پرسید توی این میوه ها گلابی هم هست؟ گفتند نه. مادر آهی کشید و گفت پرستو با خوردن گلابی فقط حالش خوب می شود. دم قهوه‌ای با ناراحتی به خواب رفت، چون میدونست چه کار بدی کرده. و بعد خواب گلابی نیم خورده رو دید که گریه می کرد و به اون می گفت تو منو دور انداختی، تو با من رفتار بدی کردی، در حالی که میتونستم جان پرستو رو نجات بدم. آهو کوچولو صبح زود بیدار شد و با برادرهاش به جنگل رفتند و دنبال گلابی نصفه گشتند. بالاخره موفق شدند پیداش کنن و توی آب چشمه بشورند و برای پرستو بیارند. وقتی پرستو گلابی رو خورد چشمای قشنگش رو باز کرد و کلی از آهو کوچولو تشکر کرد که جانش رو نجات داده بود. از اون به بعد دم قهوه‌ای دیگه فریاد نزد که زیاد میخوام و بزرگترین رو میخوام، چون فهمید خداوند مهربان به فکر همه موجودات هست. بچه‌های دوست داشتنی من، یادمون باشه زمین پر از فراوانی است. اصلاً نیاز نیست آسیب بزنیم به طبیعت و زیاده روی کنیم و یا حرص و زیاده خواهی داشته باشیم. شادی در تقسیم به همه معنا میگیره. وقتی قلب ما شاده که بتونیم بقیه رو خوشحال کنیم و خنده هاشون رو ببینیم. رادیو ترنجم سهم خودش رو برای شادی همتون داره انجام میده. دوستان کوچولوی من، دوستتون داریم.
شبتون پر از ستاره های نقره‌ای.